خب سلام به همگی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. سریع بریم سر اصل مطلب. میخوام در مورد قوانینی که توی سال 2023 وضع شد و تا آخر همین سالهای 2023 هم ادامه داشت باهاتون صحبت کنم در مورد مهاجرت، در مورد اقامت. و مشخصه که کاملا کشورها دارن سختگیری‌هاشون رو انجام میدن، مخصوصا توی حوزه اروپا برای اقامت دائم و به قول معروف پناهندگی کشورهای اروپایی. دریای مدیترانه رو می‌بینید. من الان اسپانیا با هم دیگه در مورد این موضوع صحبت می‌کنیم کامل و بررسی می‌کنیم که چه اتفاقاتی افتاد. متشکرم. اولین کشوری که میخوام در موردش صحبت کنم کشور فرانسه است که یه قانون بسیار مهمی رو تصویب کرده 19 دسامبر سال 2023 و خیلی تحت شعاع قرار داده، خیلی خبرها و جنجال‌ها ایجاد کرده که میخوام در موردش صحبت کنم. قوانین جدید مهاجرتی کشور فرانسه کمک هزینه‌های اسکان سخت‌تر کرده. شرایط بهره‌مندی از این کمک هزینه‌ها برای افرادی که بیکار هستن لازم 5 سال توی کشور فرانسه زندگی کرده باشن و برای افراد شاغل بالای 3 ماه هستش که لازم باشه توی فرانسه زندگی کرده باشن. دقیقاً همین داستان هم واسه یارانه‌های خانواده هستش، دقیقاً با همین شرایط، یعنی واسه کسایی که بیکار هستن باید 5 سال از اقامت قانونیشون توی فرانسه گذشته باشه و اگه کسایی که شاغل هستن و یارانه خانواده میخوان باید 30 ماه از اقامتشون گذشته باشه که به نظر من نکته جالبیه. حالا یه سری تبصره‌ها داره، مثلا دانشجوهای خارجی، پناهندگان و افراد دارای کارت اقامتی که 10 سال هستش گذشته باشه از اون اقامتشون شامل این یارانه در واقع خانواده نمیشن. قانون بعدی برای دانشجوی و مشمول دانشجوها میشه. دانشجوهای خارجی از این پس برای گرفتن ویزای تحصیلی باید مبلغی رو به عنوان وثیقه بذارن. ببینید همونجور که خودتون میدونید به طور مثال ما ایرانی‌ها بخوایم ویزای تحصیلی رو بگیریم باید تمکن ارائه بدیم، ولی از زمانی که این قانون اجرایی بشه مثل کشور آلمان میشه که ما باید توی یه حالا بانکی توی یه شرایطی یه مقدار پولی رو بلوکه کنیم و دلیل بلوکه کردن این پول هم به این خاطری که اگه به هر دلیلی ما تو اون کشور غیر قانونی موندگار شدیم واسه هزینه اسکان و داستانای دیگه از اون پول هزینه بکنن. و بریم سر اصل کمک‌های درمانی که در حال حاضر هیچ تغییراتی در مورد کمک‌های درمانی رخ نداده، ولی به گفته مسئولای کشور فرانسه توی سال 2024 مطمئنا این موضوع رو هم بررسی میکنن. الان در حال حاضر تمامی مهاجرایی که وارد کشور فرانسه میشن شامل کمک هزینه‌های در واقع درمانی میشن. من بخوام یه توضیح در مورد شرایط الان فرانسه بهتون بگم و چرا داره این سختگیری رو انجام میده. همونجور که خودتون میدونید کشور فرانسه کشورهای آفریقایی عموما زیر سلطه فرانسه بودن و استعمار فرانسه و با توجه به شرایطی که حالا سالها قبل داشته فرانسه، الان در حال حاضر توی این مدت زمان 10 سال 20 سال اخیر خیلی آفرهای خوبی میداده به این کشورهایی که حالا توی حوزه آفریقا بودن. ولی با توجه به اتفاقاتی که توی این چند وقت اخیر توی فرانسه افتاد، حالا ناامنیایی که این افراد ایجاد کرده بودن که حالا 99% افراد غیر اروپایی بودن و مثلا با توجه به این قانونی که اومدن ایجاد کردن که قوانین بازنشستگی رو چند سال بردن بالا، اومدن بررسی کردن تمامی کسایی که حالا اغتشاش کرده بودن، به اسم حالا اینجوری عنوان کرده بودن، اغتشاش کرده بودن، آسیبی زده بودن به حالا جامعه، حالا مثلا در واقع فروشگاهی و وسایلش رو دزدیدن، اینجور داستانا، بیشترشون این افراد بودن و کسایی بودن که اصلا بیکار بودن. یعنی اومدن بررسی کردن افرادی که شاغل بودن اصلا نیومدن اعتراضی بکنن یا نیومدن اینجوری صدمه بزنن. برای همین این اتفاقات تو این چند وقت اخیر و اعتراضات مردم فرانسه باعث شد که داستانو خیلی سخت‌تر بکنن
و همونطور هم خودتون میدونید توی این چند وقت اخیر توی خاورمیانه خیلی جنگ و داستان ها بوده، قضیه جنگ اوکراین هم بوده. به همین دلیل حالا پناهجوها پناهنده ها زیاد شدن، برای همین تصمیم گرفتن که یه قانون خیلی جدی تری بزنن، سخت‌تری بزنن که سر و سامون بدن وضعیت. در مورد کشور بعدی که میخوام باهاتون صحبت کنم کشور اسپانیاه که اونم تغییراتی انجام داده توی امور مهاجرتش که حالا کامل با هم دیگه بررسی می‌کنیم. یکی از همونجوری که اول اینو بهتون توضیح بدم، همونجوری که به خودتون میدونید کشور اسپانیا با توجه به آب و هوای فوق‌العاده خوبی که داره و کشور ارزونی هم هستش، به جرات میتونم بگم توی کشورهای اروپایی کشور دوم تا سوم از نظر ارزونی. خیلی علاقه‌مندن که به صورت سرمایه‌گذاری بیان تو این کشور اقدام بکنن. حالا چند مدل سرمایه‌گذاری هست که من در موردشون نمیخوام فعلا اینجا صحبت کنم، در مورد اون موضوعی میخوام صحبت کنم که تغییر کرد. یه مدل اقامتی داره به نام اقامت تمکن مالی که اتفاقا ایرانی‌ها هم خیلی از این روش کاراشون رو انجام دادن و وارد کشور اسپانیا شدن، به این صورتی که اگه اون شخصی که حالا این مدل اقامت رو انجام میده و حالا میره توی پروسش درآمد خوبی داشته باشه، میتونه یعنی مثلا من اینجوری مثال بزنم، اگه اون شخص که ایرانیه اگه توی ایران درآمد خیلی خوبی داشته باشه میتونه بیاد اقامت تمکن مالی اینجا بگیره و به صورت و 10 سال باید توی کشور اسپانیا باشه، با این شرط که هر سال حداقل 6 ماه و 1 روز باید داخل خاک اسپانیا باشه. هر سال این اقامت تمدید میشه تمدید تا 10 سال. بعد از 10 سال بهش پاس میدن، پاس اسپانیا رو میدن. این از اقامت تمکن مالی بود. حالا تغییری که ایجاد شده اینه که کشور اسپانیا حدوداً 3 ماهه که کلاً این مدل اقامت رو بررسی نمیکنه. خودشون حالا اومدن اطلاع رسانی کردن که به دلیل حجم زیاد نفراتی که دارن این مدل اقامت رو انجام میدن و بررسی داره میشه پروندهشون، ما فعلا بررسی نمیکنیم که مطمئنا اینجوری نیست و این یه بهونه است که این داستان رو انجامش ندن. و توی اطلاع رسانی هم که کردن گفتن هر موقع که شرایط به شرایط عادی بر بگرده ما اطلاع رسانی میکنیم که واسه کسایی که حالا میخوان از این روش در واقع کاراشون رو انجام بدن بیان وقت بگیرن و حالا پروسهشون انجام بشه. در کل که این مدل نه تنها واسه ایرانیا، واسه کل کشورها، واسه کشور اسپانیا فعلا کنسل شده و ملغا شده یه جورایی تا ببینیم که اطلاع رسانی بعدی کیه. ولی من کلا با توجه به شرایطی که دارم میبینم سختگیری‌ها داره توی حوزه اروپا سخت میشه، سختگیری‌ها داره بیشتر میشه و مشخصه که میخوان خیلی بیشتر روی افرادی که وارد خاک اروپا میشن بیشتر دقت کنن تا امنیت اتحادیه اروپا بهتر از قبل بشه. خب این آخرین تغییراتی بود که توی 3 ماهه آخر سال 2023 ایجاد شده و همون جوری که من چند وقت پیش یه ویدیو هم درست کردم دوستان، من احساس میکنم که به احتمال خیلی زیاد حدوداً 9 ماه دیگه، 1 سال دیگه که ریاست جمهوری آمریکا هم هستش و ترامپ به احتمال خیلی زیاد در واقع این انتخابات برنده میشه، یکم شرایط مهاجرت سخت‌تر میشه واسه ایرانی‌ها توی کشور آمریکا و احساس میکنم که تعداد زیادی از دوستانی که حالا قصد داشتن برن آمریکا نظرشون رو تغییر میدن و باید برن کانادا به احتمال خیلی زیاد. حالا اینا به این خاطر میگم که من تجربه رو دیدم، شنیدم توی اون بره زمانی که حدوداً 7-8 سال پیش که باز دوباره ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده شد و سختگیری‌هایی که کرده بود واسه حالا حتی لاتاری، واسه گرین کارت، واسه دانشجوها. به همین خاطر فکر میکنم که دوباره با توجه به این صحبت‌هایی هم که داره میکنه واسه کمپ‌های در واقع انتخاباتیش این اتفاق بیفته. در کل که ممنونم که همراه ما بودید. مرسی. حتما لایک کنید این ویدیو رو، حتما کامنت بذارید، نظراتتون رو بگید و این ویدیو رو فکر می‌کنم واسه کسایی که به دردشون می‌خوره و مناسب هست بفرستید. خیلی دوستتون دارم. مراقبت کنید.